یاران کردوار وقتتون بخیر. من در مقدمه‌ای که پیشتر عرض کردم سعی کردم مقوله‌ای رو به عنوان حافظه جمعی و حافظه فردی مردمانی رو و اهمیت این موضوع رو به یاران گوشزد کنم و اینه که چه اتفاقی افتاده که ما امروز اینگونه شدیم و چرا ما بایستی سعی کنیم در بازسازی خود بکوشیم. ببینید، خیلی از شماها در دنیای امروز با مقوله هیپنوتیزم روبرو هستید، کسانی که به دنبال گمشده‌ای میگردن در نهانخانه خود و مراجعه میکنن به این دکان شیادان روانشناس و روانکاوی که با هیپنوتایز کردن طرف میخواهند بخشی از اون خاطراتش رو براش استخراج بکنند یا به قول انگلیسی ها دیگینگ کنند. و من مثال آوردم از فیلم کفش‌هایم کوی آقای کیومرث پوراحمد. درسته که انسان‌های سرزمین ما فراموش کردند که کیستند. درسته که انسان‌های سرزمین ما قالب عوض کردن و این قالب عوض کردن روزمره اتفاق میفته و اصولاً بیاد نمیارن که کی بودن. من در حوزه زندگی خصوصی خودتون بیادتون آوردم که من به خاطر اینکه 20 سالی هست بی سرزمینم و در آوارگی به سر میبرم و در این عدم استقرار، من به خاطر دارم اطرافیان خودم کیها بودن و تصویری که من از اونها دارم تصویر گذشته است. اونها هیچ تصویری از گذشته خودشون ندارن، چون هیچ وقت به خاطرات خودشون مراجعه نمی کنن. خاطرات اونها منسوخ شده، بیاد نمیارن، نمیخوانم بیاد بیارن. اینجاست که اصطلاحاتی مثل نوکیسه، تازه به دوران رسیده معنی پیدا میکنه. یعنی کسی که خاطرات گذشته خودش رو نداره. مردمان جعل، تاریخ جعل، کشور جعلی، یعنی هیچ ریشه‌ای در گذشته نداره، یعنی از هیچ کدا و هیچ روندی به وجود نیومده. عده‌ای ساختن این رو و این مصنوع کار نمیکنه، خوب کار نمیکنه، ایرادات عدیده بزرگی داره. اگر امروز یک اصفهانی، یک کرمانی، یک تهرانی، یک مازنی، یک گیلکی بیاد نمیاره که کی بوده، اگر حافظه جمعیشو دستکاری کردن، اگر یک مش جعلیات یهود نوشته به او دادن، از او انسانی ساختن بی هویت، بی حافظه تاریخی، بی فرهنگ و هر آنچه که به او دادن در راستای نیات و منویات درونی نظام سلطه است که میخواهد از این انسانها موجوداتی رام در مسیر خواسته ها، نفسانیات و اراده خودشون بسازه. به همین خاطر شما میبینید اینجا پرسشی طرح نمیشه، اینجا سوال جدی مطرح نمیشه. تمام کار این کورپوریشن تبدیل شده است در تکرار حافظه های ساختگی. ببینید، وقتی اینها میان شما رو با این سوال بزرگ روبرو میکنن که چرا در این سرزمین یک پرسش فلسفی درست نمیشه و چرا کسانی تحت نام روشنفکران دینی، تحت نام روشنفکران اکادمیک، تحت نام اکادمیسین ها، تحت نام روشنفکرین، کارشون فقط تفسیر و تأویل اندیشه های گذشتگان به اصطلاح این سرزمین ایران است، در اینجا برجسته میشه که اینها این تاریخ جعل رو بایستی تکرار بکنند.
با شیوه های مختلف، با روایت های مختلف، از زبان چهره های مختلف، با شگرد های مختلف، با مؤسسات مختلف، با ارائه دادن لایف استایل های مختلف سعی در نهادینه کردن، درونی کردن و تاریخی کردن این حافظه جعلی ساختگی می کنند که هیچ گزارشی از کهن الگوهای تاریخی نمی دهد، هیچ گزارشی از زیست هزاران ساله نمی دهد. این آمدانه است. ببینید ما در تفسیرهای سیاسی گفتیم اینی که دولت ایران از سال 1950 در تعقیب ساختن اسلحه هسته‌ای است، بمب هسته‌ای است، اما نمیتونه. الان چیزی حدود 70 ساله اونها میکوشن که بمب اتم داشته باشن. کشور پاکستان و عمر استقلال کشور پاکستان خیلی کوتاه‌تر از این تلاش کورپوریشن ایرانی است برای دستیابی به بمب اتم. پس عمدی در کاره که اینها نباید بمب اتم بسازند. این یک دستاویز، یک بازیه، وگرنه اگه شما اراده بکنید بسازید میسازید. همونطوری که پاکستان هیچ به استقلال رسید بمب اتم هم ساخت و داره. ببینید اینی که شما فکر بکنید در این سرزمین چرا یک فیلسوف متولد نمیشه دلیل داره. نبایستی متولد بشه، نبایستی کسی به عنوان فیلسوفی مطرح بشه، به خاطر اینکه تمام کسانی که برجسته میشن و تریبونی در اختیارشون قرار میگیره بایستی این تاریخ جعل رو نشخوار بکنند، مثل چهارپایانی که غذایی رو که خوردن دوباره به دهانشون برمیگردونن و دوباره نشخوار میکنند و پس میفرستند. این تاریخ جعل، این حافظه جعل، این هویت ساختگی رو بایستی تکرار کرد. هی یکی رو آورد گفت که سهروردی چه گفت، هی یکی رو آورد گفت که مولانا چه گفت، هی یکی رو آورد که کلاس حافظ برای تو بذاره، یکی رو آورد که برای تو فردوسی بازی بکنه، رمالی بکنه، نقالی بکنه. هی تکرار بکنه تا در این وسواس و تکرار این امور نهادینه بشوند در درون مردم و تبدیل به حقیقت بشوند. به همین خاطره عده‌ای انسان که چیزی را و از قطعیت چیزی آگاهی ندارن، توان ساختن پرسش ندارن، چون عقیم در تکرار شدن، در تکرار جعل شدن و این جعلیات به صورت امر طبیعی براشون در اومده و این امر طبیعی و بدیهی دیگه قابل پرسش نیست. حالا همین جعلیات تبدیل به هویت جدید طرف شده. طرف هیچ حافظه‌ای هم از گذشته خودش نداره. شما بیاد این هویت جدید رو از این بگیری، این بی هویت میشه. هیچ دیگه ای نداره. هیچ گزارش دیگری از خودش نمیتونه بده. نمیتونه بگه که کیه. مثل این ترانسکشوال هایی که میرند و تغییر جنسیت میدن. طرف اسمش علی بوده، 30 سال علی زندگی کرده، 20 سال علی زندگی کرده، ناگهان اینو تغییرش میدن به سمیرا. حالا سمیرا خانم بایستی بره از اول محیط زندگی رو عوض کنه، بره یه جای دیگه‌ای دوست درست بکنه، حافظه بسازه، خاطره بسازه. چه میدونم، این آدم نمیتونه تمام این کارها رو بکنه، چون نمیتونه پدر مادر برای خودش بسازه، فامیلی برای خودش بسازه، قوم و اقربا و قوم خویش بسازه. نمیتونه، یک تنه نمیتونه تمام این کارها رو بکنه در پس تغییر این هویت. بعد مشاهده میکنی تمام اینهایی که تغییر جنسیت دادن اکثریت دچار خلاهای و بحرانهای بزرگ روحی روانی میشن. مراجعات اینها به روانشناسان، مصرف داروهای مختلف، این در پس اون تغییر هویت ساختگی است، تغییر هویت مصنوعی است که این آدم به خورد خودش داده و هیچ کسی این تبعات رو به این نمیگه.
و این با گوشت و پوست و استخوان خودش این تبعات رو دریافت میکنه، میفهمه، به بحران میرسه. الان یک عده از این کسانی که تغییر جنسیت دادن به دنبال اینن که بتونن اون عضو جنسی خودشون رو برگردونن، دوباره مرد بشن، دوباره زن بشن. سخته، خیلی سخته. هست اگر شما هم میتونید و میخواید میتونید سرچ کنید و این وبسایت هایی که اینها ساختن رو پیدا بکنید. اگر امروز شما در جامعه ما میبینید در این سرزمین کردواری که بخش عظیمی از این تقسیم سلطه یهود جهانی به نام خاورمیانه است، این همه سرگشتگی وجود داره، این همه تناقض و این همه یأس و ناامیدی و فقر وجود داره. این دلیلش این بحران‌های ساختگی است که برای این مردمان ساختند، مردمانی که کلاً از هویت تاریخی خودشون فاصله گرفتن، کلاً سیستم معیشتی و گزارشی که از خودشون میدن با آن چیزی که سابقاً به صورت ارگانیک داشتند همخوانی نداره و نتونستن هیچ تطابقی با این هویت جدید هم پیدا بکنن و این هویت جدید اینها رو دچار بحران‌های عدیده کرده، مثل اون ترنس هایی که تغییر جنسیت میدن در تبع یک توهم که گویا می شود یک زندگی را ساخت، می شود یک حقیقت را کتمان کرد و می شود تمام پلها را خراب کرد و می شود بی حافظه زندگی کرد و می شود در عمر کوتاه یک انسان زیست صدها ساله یک مردم رو زیست. این امکان پذیر نیست و این مقدور نخواهد بود و آنچه که ما رو به اینجا سوق میده یک نظام است که سیستماتیک این مسائل رو هدایت میکنه. یکی از اون داستان ها ساختن کورپوریشن هاست. ما مواجه میشیم با چیزی به نام تغییرات مدرنیته و یک سری داستان های جعلی و کیس ها و سناریوهای ساختگی که خروجیش این فیلد استیت هایی هستن تحت نام دولت ملت. ببینید مسائلی که ما طرح میکنیم در قالب هیچ اسمی دسته‌بندی نمیشن. ما در مواجهه با مثلا زبان یدیش فارسی قصد نداریم که بخوایم این زبان رو تمسخر بکنیم، نابود بکنیم، مردمانی که به این زبان صحبت میکنند رو انکار موجودیت بکنیم. این زبان گزارش از هویت تاریخی هیچ ملتی نمیده. یک زبان بیریشه است، بی هویت تاریخیه. اصلا میخوام بگیم این شیک نیست، مثل زبان اسپرانتویی که میخواستن درست کنن. خوشگل نیست. بحث ما این نیست این زبان شیرین هست یا نیست. بحث ما اینه جهانی که مستتر است در پس این ابزار سلطه به نام زبان فارسی جهان انقیاد است و این برخلاف ماهیت درونی ما، هویت تاریخی ماست. ما انسانهای کردی هستیم که از جهان اختیار کردی گذار کردیم و در دام این انقیاد افتادیم. همونطوری که تاریخ ابزار این نظم انقیادگر است، همانطوری که سیستم کورپوریشنی ابزار این سیستم انقیادگر است، این زبان هم ابزار است که هویت بسازد. اما هویت ریشه در هیچ واقعیتی ندارد، ریشه در زیست هیچ مردمی ندارد. این زبان حامل فلسفه زندگی و جهان کردی نیست. این زبان گزارش می‌دهد
این زبان گزارش می‌دهد نظام سلطه‌ای را که انسان را به انقیاد می‌کشاند، انسان را برده می‌کند. این زبان کارکردش اینه. حالا من این رو سعی می‌کنم توضیح بدم. ببینید آنچه که خروجی دنیای امروزه و ما امروز داریم این رو میبینیم تحت نام نظم نوین جهانی، تحت نام مؤسساتی چون یونایتد نیشن یعنی سازمان ملل متحد، تحت نام قوانین بین المللی، تحت نام سیستم های دولت ملتی یا نیشن استیتی، بانک جهانی، صندوق جهانی، اقتصاد و بلا بلا، آنچه که شما میبینید ارز جهانی و نظام سلطه جهانی بر این منوال صورت گرفته است. ببینید هیچ چیزی در این دنیا تازه نیست. زیر این گنبد کبود هیچ کسی حرف تازه‌ای نزده. آنچه که از ماها تاراج رفته است و ماها رو تبدیل به دیگری نظام سلطه کرده است، یعنی سرزمین کردوار، از دل هندوستان امروزی، از کنارهای دریای عمان تا کنارهای دریای سیاه و مدیترانه، دیگری بودن این نظام انقیادگر است. فلسفه زیستی است و کردی است که دیگری این نظام انقیادگر بود. ببینید این نظام انقیادگر داستانش از آفرینش آغاز میشه. داستان آفرینش ادیان ابراهیمی که اینها از داستانهای دیگری کپی برداری شدن، اما خروجی اینها یک نظم رو میسازه، یک سیستم رو میسازه، یک تعریفی از انسان رو میکنه، یک سلسله مراتب و یک هرمی رو میسازه. خب این داستان بر اساس این قصه، این اسطوره استوار است که خدا این جهان رو که آفرید از گل موجودی به نام آدم ساخت، از وجود خود در او دمید و این آدم پا گرفت و از دنده این آدم حوا رو هم درست کرد، نرینگی و مادگی. این موجود در بیخبری مطلق بود، در سرمستی بود، در لذت مطلق بود، در باغ ارم بود، تا اینکه این موجود مورد وسوسه شیطان واقع میشه و یاغیگری میکنه و از میوه معرفت، سیب یا گندم میخوره و خداوند این موجود رو سزا میده چون به معرفت رسیده و هبوط میکنه بر زمین. این موجود اون وقت تبدیل میشه، انسانیت تبدیل میشه به خطاکار بودن، گناهکار بودن، داشتن یک گناه ازلی، موجودی نسیانگر بودن، فراموشکار بودن، موجودی ضعیف در مقابل وسوسه ها و نفسانیات و شهوات. انسانی که نمیتونه این بار امانت که اختیار باشه رو با خودش حمل بکنه. به همین خاطر این اختیار رو معاوضه میکنه با سعادت ابدی. آزادی میده که نان بگیره، آزادی میده که رستگاری بگیره. لذا این انسان در پس این تاوان بزرگ، اون وقت خدا به خاطر اینکه این گناه رو پاک بکنه از سر شونه های این انسان، در تجسم یک انسان به نام عیسی مسیح هبوط میکند بر زمین و سعی میکند که این گناه ازلی را از پای آدمیان به شورت پاک بکند و لذا مصلوب میشه و بردار میشه. دستگاه دینی نظام جودو کریستیانیتی اون وقت این رو به انسان ها میگه که شما انسان های گناهکاری وقتی مسیح رو مصلوب کردن، هیچ کدامتان
نتوانستید اون اختیار و آزادی رو داشته باشید که همپایه مسیح باشید یا یار مسیح باشید، بلکه شما نظاره‌گر مرگ مسیح بودید. همینه که شما باور، چون ضعیفید، چون گناهکارید و این با خون خودش تقاص گناه شما رو داد، حالا شما کافی فقط این تثلیث رو باور بکنید، پدر و پسر و روح القدس رو. همین باور شما و در دستگاه و قرار گرفتن در این دستگاه باوری که توسط کلیسا هدایت میشه، شما رو به رستگاری میرساند و کلیسا کاری میکنه، مسیری رو برای شما تعیین میکنه. دیگه شما مجبور نیستید مسئولیت داشته باشید، اختیار داشته باشید. همین کارها رو کلیسا برای شما میکنه که شما به رستگاری برسید. این رستگاری زیست در عالم بیخبری و سرمستی بهشت است بعد از مرگ. حالا این دستگاه بندساز است، بردساز است و میگوید که آدمیان تاب تحمل اختیار رو ندارند. آدمیان تابع نفسانیات و شهوات هستند. آدمیان آزادی خودشون رو معاوضه میکنند، صغیرند، تمیز نمیتونن بدن. آدمیان در مسیر آگاهی قرار نمیخوان بگیرن، آگاهانه نمیخوان قرار بگیرن، چون ضعیفن. به همین خاطر ما مسئولیت اینها رو بر عهده میگیریم. کی این مشروعیت رو به ما داده؟ عیسی مسیح، که ما هدایتگر شما باشیم. ببینید وقت شما همین رو در دستگاه دولت سازی هگل مشاهده میکنید. وقت شما میرسید به این سیستم دولت یهود ساخته ایرانی. اهورامزدا فره ایزدی را به پادشاه میدهد تا پادشاه بر رعایا حکومت بکند. مشروعیت و لجیتیمیسی حکومت پادشاه از چه می آید؟ از فره‌ای که یزدان اهورامزدا به پادشاه می دهد. اینجا آدمیان هیچ اختیاری ندارند، بلکه آدمیان موجوداتی گناهکار، موجوداتی خاطی، موجوداتی بی اراده، موجوداتی بی اختیارند که یک پادشاه بر اینها حکومت می کند و او فقط پاسخگو به خداست، نه به هیچ کسی دیگری. دورانی که بهش میگن دوران مدرنیته و میگن اتفاقات عجیبی افتاد و خیلی خوب شد و ما بشر مدرن داریم و اینها، قرار شد سلطه آسمان رو تعطیل کنن و سلطه رو به زمین منتقل کنن، یعنی به نوعی قدرت کلیسا رو کنترل کنن. پروتستانیزم رو آوردند. کاری که کرد این بود خدای آسمان رو در قالب مادی و زمینیش به صورت دولت ملت ساخت و آدمیان رو مجبور به اطاعت و بردگی این خدا کرد. شهروند شدن یعنی بنده شدن به این خدا. هیچ سوالی نمیتونی بکنی، نمیتونی نپذیری که این خدای شماست، نمیتونی از قوانینش عدول بکنی. طبق نظمی که او برقرار کرده است شما در این نظم قرار میگیری. طبق انقیادی که او درست کرده است شما اونجایی. شما نه آزادی داری، نه حق دفاع از خودت رو داری. شما نه هیچ یک از این المن هایی که در وجود یک انسان میبایستی باشد رو نبایستی داشته باشید. قضاوت کردن، شهامت داشتن اخلاق به تو ربطی نداره. اینا رو دولت انجام میده. لذا اینجا شما یک تیکت جریمه ماشین رو پرداخت نکنی با کشتن یک آدم یکیست از منظر قانون. هر دوتای اینها قانون شکنی است. اینجا شما جرم اخلاقی نداری، سلب مسئولیت اخلاقی از شهروندان. این به تو ربطی نداره.
اخلاق اینجا دیگه کار نمیکنه. CCTV دستگاه پلیس هست. شما نمیتونی دزدی بکنی کامera شما رو میگیره و پلیس میاد دستبند میزنه، شما رو به دادگاه میبره و شما رو باتون برخورد میکنه. سیتیزن شدن همان بنده خدا شدن است. شما در بنده خدا بودن یک سری آزادی های کوچکتری داشتیم، اما در سیتیزن شدن مطلقا شما هیچ چیز دیگه ای نداری. شما غلط میکنی، مورد تجاوز واقع میشی، حمله واقع میشی، تعرض واقع میشی، تعرض رو پاسخ میدی، چون شما بایستی بتونی ثابت کنی که از خودت دفاع کردی. اگر شما شاهدی نداشته باشی در سیستم بوروکراتیک قاضی دادگاه های اونها، شما کیس رو میبازی، پس شما از خیرش میگذری. شما اینجا هیچ اختیاری از خودت نداری. اما علی رغم این که هیچ اختیاری نداری، باز شما رو بارهای بار به دادگاه های مختلف میکشند، تحت نامی که تو اختیار داشتی. از قوانین ما عدول کردی، خاطی شدی و بر علیه ما ایستادی. اینا اون وقت دیگه نگفتن که این خدا فرح رو به این پادشاه داده، فرح پادشاهی رو داده، مشروع بر ماها حکومت بکنه. نه، گفتن که این مشروعیت دادن به این حکومت رو همین مردمان با دادن رأی، اختیار و اخلاق و مسئولیتشون رو به ما سپردن. ما مسئولیم خوشبختشان بکنیم، ما مسئولیم زندگی انسانی براشون درست بکنیم، ما مسئولیم که سعادتمندشان بکنیم. حالا اون بهشتی که اینا وعده میدادن که آدمی بعد از مرگ بهش میرسه، که همان دوران بیخبری و غرق در لذت شدن است، اینها سعی میکنن با دادن توهم مصرف و اوقات فراغت به بندگان تحت قیود خودشون بدن. اونی که تو پول به دست بیار، مشروب بخور، مواد مخدر مصرف بکن، سکس داشته باش، ریالیتی شو نگاه کن، تلویزیون نگاه کن، سعی کن اوقات فراغتت رو با پولدار شدن بیشتر بکنی تا بیشتر بتوانی در عالم بیخبری غرق بشی، سعادتمند میشی. این گونه این اون نظام سلطه است. همین رو کپیش رو آوردن سرزمین ما، تحت نام چه؟ تحت نام دولت یهود ایرانی. و این میره یک حافظه تاریخی برای تو میسازه و میگه که ما از دل این تاریخ به در میاییم. کسی بود به اسم زرتشت، بعد گفت ما اهریمن داریم، بعد گفت ما اهورامزدا داریم، بعد این فرح میداد، بعد این شد پادشاه، بعد ما همه رعیت بودیم، بعد این پادشاه خیلی گردنش کلفت بود، خیلی بزرگ بود، سرزمین بزرگی رو گرفته بود و ما اینطوری ایرانی هستیم دیگه. ایرانی یعنی پاکان، بعد ان ایرانی یعنی ناپاکان. حالا این پاکی چه شکلیه؟ پاکی در اینه که شما بنده و رعیت این پادشاهت باشی. اما ما حالا برمیگردیم به جهان کردی، آنچه که گزارش واقعی است از حافظه گذشته ما، آنچه که ما بیاد نمیاریم، مثل یک انسان آلزایمر گرفته، مثل انسانی که میخواد اون گذشته رو با هیپنوتیزم کردن پیدا بکنه که کیه. آیا اجداد ما همچین چیزی ساختن؟ آیا ما این بودیم؟ آیا ما یک مشت رعیت بودیم؟ آنچه که بهش میگن جهان کردی چیست؟ جهان کردی خیلی و کردیت خیلی پیشتر از وستفالیا موجود بوده، خیلی پیشتر از کلمه ساختگی آریان و ایرانی و آریایی موجود بوده، خیلی پیشتر، خیلی پیشتر از این کارپوریشن ها و دولت ملت ها و اینها موجود بوده. پس ما بایستی بدانیم خب این کردیت چیست، همونطوری که شما میرید دنبال این که این مدرنیت چیست.
انسان مدرن به کی میگن؟ انسان کردی به کی میگن؟ مدرنیته چه شکلی است؟ چگونه بود؟ کردیت چه شکلی است؟ چگونه است؟ چرا این مردمان خود را کرد نامیدن؟ چرا یکی خودشو انسان پست مدرن مینامه؟ خب یک سری خصایص داره، از دل یک جهانبینی به در میاد، یک لایف استایل داره، به همین خاطر خودشو انسان پست مدرن میدانه. پس انسان کردی چه شکلی است؟ او چه شکلی است؟ انسان ایرانی که مشخصه یک انسان تسلیم شده در مقابل کورپوریشن ایرانی و رعیت کورپوریشن ایرانی بودن. که این انسان هیچ اختیاری از خودش نداره، قوه تمیزی هیچ چیزی رو نداره، اراده هیچ کاری رو نداره، یک منجی روزی میآید او را نجات میدهد. اما جهان کردی به چه صورت است؟ پس ما دیدیم در این ادیان ابراهیمی آدمی که در باغ ارم بود با خوردن یک میوه در پس یک وسوسه، در پس یک وسوسه شیطانی برای سرکشی یک میوه رو خورد و این گناه بود چون از وسوسه بود و او بایستی بار این گناه رو تحمل بکنه. ببینید اون وقت شما با یک سری داستانهای دیگه هم روبرو میشید، مثلا این فلسفه بودایی آسیایی. بودا در مواجهه با رنج، آشوب و کیاس و مرگ متحول میشه. او هم پرنسس است، اما اون خانوادهش کیاس رو و آشوب رو و پیری رو و رنج رو از او مخفی میکنن. گلگمش هم همچنینه، او با مرگ مواجه میشه، با مرگ دوستش مواجه میشه و به دنبال جاودانگی میره که آب حیات رو پیدا بکنه. اما جهان کردی چه شکلیه؟ شما وقتی از بودیزم میگیم وقت انسان بودایی داری، وقت جهان بودایی داری، پس بایستی گفت که بودیزم چه شکلیه، به چه صورته، جهان کردی چه شکلی است، کیها این فلسفه جهان کردی رو بردند، کپی کردن و منحرف کردن. ما از داستانهای اورال و شفاهی که حافظه تاریخی رو منتقل میکنه با دستگاری های زمانی، اما میشه با عمیق شدن در این داستان ها اون جهان مستتر رو، اون حافظه فراموش شده رو، اون خاطره فراموش شده رو گزارش داد. در داستان زنبیل فروش و لاوک زنبیل فروش، لاوک زنبیل فروش در باغ عدن نیست، در باغ ارم نیست، بلکه در همین زمین است، اما در سرمستی، در لذت و بیخبری مطلق زندگی میکنه. چیزی به نام رنج را نمیشناسد، چیزی به نام کار را نمیشناسد، لذا سرمست است، بیخبر است، در اوقات فراغت بسیار زیادی داره زندگی میکنه، کاری نداره به جز تفریح کردن، شکار کردن، لذت بردن، هیچ کار دیگه ای نداره.
تا اینکه این انسان روزی که از شکار باز میگردد با عبرتی مواجه می شود که این رو یک قبری است با سنگ قبرهایی که در اون سنگ قبرها حک شده است که سالهای بسیار زیادی طی شده است که به کرمانجی میشه پر سالان و پر دوران در باز بوین. خیلی سالها، خیلی دورانها از سر گذشته است. او که قبر رو نبش میکنه با یک جنازه سالم، جنازه سالمی که در حال تعریق است روبرو میشه. این انسان نه در پس یک وسوسه، نه توسط شیطان، همانند زندگی که یک اتفاق است، در اثر یک اتفاق، اما اتفاقی که او از این اتفاق فرار نمیکنه. ببینید داستان زندگی ما انسان ها یک اتفاق است. عده‌ای از ماها واقعی با این اتفاق روبرو میشیم، عده‌ای از ماها از این اتفاق میگذریم یا اصلا این اتفاق رو سعی نمی کنیم درش عمیق بشیم. اما او نه در مواجهه با یک وسوسه، نه در یک غفلت، نه در ضعیف و نفس بودن که مرتکب گناه بشه، بلکه در پس یک اتفاق قرار است به آگاهی برسه. به او میگند وقتی حالش بد میشه و کسی از عهده درمان او بر نمیاد و او به دنبال این پاسخ میگرده که این اتفاق چه معنی میتونه داشته باشه، که من دیگه نمیتونم اون زندگی سابقم رو داشته باشم، که من دیگه نمیتونم سرمست باشم، دیگه نمیتونم در لذت غرق باشم و فکر بکنم که زنده هستم. نمیتونم. و این انسان متحول است تا اینکه به اون میگن که این انسان در زمان زندگی خودش یک زندگی مادی داشته است که از کار حلال ارتزاق کرده، یعنی با رنج مواجه شده، زندگی کرده و سعی نکرده زندگی رو دور بزنه، سعی نکرده که زرنگ بازی در بیاره، سعی نکرده که دیگران رو تاراج بکنه، بلکه زندگی را به صورت حقیقی و واقعی زیسته است با تمام اتفاقاتش. این انسان پاسخ خودش رو دریافت میکنه و به دنبال حقیقی شدن رو در زندگی مادی و اجتماعی میکنه و به زندگی آری میگه. او از بیخبری و از لذت و از فراغت و از اینها میخواد خارج بشه، انتخاب میکنه که خارج بشه، نه بر او تحمیل بشه، نه او رو سزا بدن. او انتخاب میکند، میخواهد حقیقی بشود، میخواهد با رنج مواجه بشه، میخواهد به سفر قهرمانی برود تا جاودانه بشود. اینجاست که آغازگر سیل و سروک در کردیت است. پس
محی الدین پرنس حکاری که معنای اسمش هم احیا کننده دین است، تبدیل میشه به لاوک زنبیل فروش. لاوک زنبیل فروش نیها رو از نیستان میبره، سازماندهی میکنه، تبدیل به زنبیل میکنه و زنبیل رو در درون شهرها در بازار میگردونه و در مقابل قوت روزانه معاوضه میکنه با انسانهای دیگر. یک چرخه کامل زیست اجتماعی رو طراحی میکنه با تمام رنج، مصیبت‌ها و حقیقی زیستنش. او یک سیستم واقعی را طراحی میکنه، دست به تاراج نمیزنه، دیگران رو استثمار نمیکنه، بلکه تهیه مواد خام، شکل دادن به مواد خام و تولید کالا و بعد معاوضه و معامله کالا، که این رو میشه بیشتر دربارش توضیح داد. پس ما دیدیم برخلاف نظام انقیادی سلطه جهانی که یک امتداد تاریخی دارد از این مشروعیت بخشی بر حرم قدرت، انسان کردی خاطی نیست. انسان کردی گناهکار نیست. انسان کردی بدهکار نیست. انسان کردی خطاکار نیست. انسان کردی اختیار دارد و میپذیرد آگاهی را. از پس پرده بیخبری با اختیار بیرون می آید. اجباری در کار نیست. وسوسه‌ای، امر درونی که از شهوات سرچشمه بگیرد، اون رو پوش نمی کنه، مجبور نمی کنه. یک اتفاق همانند زندگی که ماها بر اثر یک اتفاق به زندگی پرتاب شدیم، او بر اثر یک اتفاق با یک آگاهی و با آگاهی روبرو میشه، اما اختیار دارد و انتخاب میکند. مخیر است و انتخاب میکند. اینجاست که آدم و انسان کردی متولد میشه از اختیار و انتخاب. او به زندگی آری میگوید. او سعی نمیکنه زندگی رو نامب کنه. اون سعی نمیکنه جهان رو کنترل کنه. اون سعی نمیکنه جهان رو دور بزنه. او میخواهد همانند جهان باشد. او میخواهد مادی باشد. او میخواهد این چرخه و پروسه رو ادامه بده تا به جاودانگی برسه. نه اینه که مجبورش کرده باشن، نفسانیاتش، درون ضعیفش، شهوت پرستیش، وسوسش، او رو، این صفات بدش اون رو پوش کرده باشه که او لذت همیشگی را از دست داده باشه. نه، او لذت همیشگی را ترک می کند که به این خبر برسد. او بیخبری را آگاهانه ترک می کند که به خبر برسد. پس انتخاب می کند. پس مسئولیت میپذیرد. اینجا دیگه هیچ جبری موجود نیست. او در مقابل جبر گناه و جبر فلان قرار نمیگیره. او از یک اتفاق و در پس یک اتفاق انتخاب میکنه. آزادانه انتخاب میکنه. هیچ جبری در کار نیست.
او به دنبال حقیقی شدن می رود و به زندگی مادی می پردازد تا جاودان شود. بشر گناهکاری که خروجیش بشر سیتیزن امروزی است مجبور به حبس است. مجازاتش کردن که به زمین آمد. به همین خاطر بود که در تصوف یهود ساخته تن قفس بود و این زندگی زندان بود. همونطوری که در این زبان یدیش یهود ساخته طی شعر و شاعری شاعران این بشر می نالد از این قفس، به دنبال آن زندگی است، آن بیخبری است، میخواد به بیخبری بره. این تمام آن ادبیات یهود ساخته پارسی و فارسی که یک سویش بیخبری در می مادیه، مثل عمر خیام، بخور و بنوش و مطربی بکن و سکس بکن و حال خودت ببر در بیخبری و نشعگی و سرخوشی و سرمستی. یک سوی دیگرش قفس بودن تن است و جهان است و معتکف شدن و کنج خلوت گزیدن و حل در معشوق شدن و عشق بازی کردن با خدا و به خاطر اینکه به بیخبری برسی. چون این جهان من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود که آدم آورد بدین دیر خراب آباد. اینا میخوان ملک بشن دوباره، اینا میخوان به بیخبری برن دوباره، مینالند از این زندگی مینالند. لذا اینا پشت کردن به زندگی. با پشت کردن به زندگی ما بقیه انسانها رو مهار کردن و به برده تبدیل کردن. کی این کار رو کرد؟ نظام سلطه، دستگاه جودو کریستیانیتی. لذا تصوف، عرفان، تکایا، خانقاه ها، تمام اینها امتداد همان سیستم بود که برای بردگی انسان کردی به این سرزمین کردوار طی 200-300 سال اخیر آورده شد. زبان فارسی ابزار این انقیاده. شما وقتی حافظ میخوانی، شما وقتی مولوی میخوانی، به اینجا میرسی که یا این جان قفس است، یا این که در این دنیا بنشین و می بخور، بنشین و سرمست بشو، بنشین و فقط لذت ببر تا خودت رو نمپ کنی، هوشیاری نداشته باشی، آگاهی نداشته باشی، از رنج ها بگریزی، دور بزنی رنج ها رو، تریاک بکشی، حشیش مصرف کنی، روانگردان مصرف کنی، در گوشه تکایا ذکر کنی تا بر شما حال پیدا بشه و شما در عالم خلسه فرو بری. تمام اینها از پس وسوسه و شهوت لذت بردن است و مواجه نشدن با حقیقت زندگی است. اینجاست که شما میتونید تعقیب بکنید توطئه‌ای را که حافظه تاریخی شما رو به یغما میبره، تاراج میکنه.
ماهیت وجودی شما را از شماها میگیره، سعی میکنه از شما موجودات خاطی، گناهکار، ضعیف و نفس، صغیر بسازه. به این خاطر دستگاه برای شما تولید میکنه و سعی میکنه شما گذشته رو فراموش کنید. زنبیل فروش رو بهش میگن که برو، امیر و قصر امیر به این زنبیل های تو احتیاج داره و اونجا خلعت خوبی به تو خواهند داد و اون زنبیل هاش رو به کنار قصر امیر میبره. زن امیر یک دل نه هزار دل عاشق این زنبیل فروش میشه. ببینید، یک انسانی که از بیخبری در اثر یک اتفاق انتخاب کرد، آگاه شد و انتخاب کرد و رنج رو پذیرفت و به زندگی آری گفت و آمد و در چرخه زندگی مادی قرار گرفت، الان با یک وسوسه روبرو میشه. ببینید، ایشان فقط با شهوت و وسوسه به تنهایی روبرو نیست. یک زن عادی به اون نمیگه بیا با من سکس کن. این یک زن معمولی نیست در جامعه که او به دنبال دفع شهوت باشه و با تحریک شهوتش این کار رو بکنه، بلکه جبر حکومتی هم پشتشه. این خانم زن امیره، سپاهیان داره، نگهبانان داره، قدرت داره، پس جبر هم داره. دوباره جبر رو میاد در مقابل اختیار این آقای زنبیل فروش و انسان کردی قرار میده. وسوسه و جبر باز محک میزنه این اختیار رو. اونجایی که در دنیای امروز توجیه میکنند فرمان برداری انسانها رو، انسانهایی که وجود انسانی خودشون رو معاوضه میکنن، میفروشن، بعد توجیه میکنن، میگن مجبور بودیم، جبری موجود بود. مثل خانم نادیه مراد، دختر ایزدی که در مواجهه با داعشیان خودشو فراموش کرد، تسلیم شد، بعد اومد این تسلیم پذیری خودش رو به عنوان قربانی، اون پسند نظام سلطه جار زد. نظام سلطه این رو بوت کرد، آورد و بهش جایزه صلح تقدیم کرد. ببینید، اینجا اونی که داره زنبیل فروش رو دوباره مجبور میکنه که اختیارش رو از دست بده، هم وسوسه است هم جبره. زن امیر هم زنانگی و شهوت دارد و زیبایی، هم قدرت دارد که میتونه دیکته بکنه که تو به راحتی این اختیار رو دیگه معاوضه کنی. یه جای شاید بتونی بر شهوتت غلبه بکنی، اما دیگه در مقابل جبر تو اختیاری ازت نمیماند. لذا وقتی زنبیل فروش رو مواجه میکنن با زن امیر، زن امیر به او میگه که شما بایستی با من سکس داشته باشی، به تخت خواب من بیای. او گوش زد میکنه که شما نمیتونی زن من باشی چون زن دیگرانی و خود من هم زن دارم. او باز میگه نه، تو راه فراری نداری، تو مجبوری و من به تو امر میکنم که بایستی به تخت خواب من بیای. زنبیل فروش به بهانه طهارت و دستشویی به قسمت بلند برج میره. اینجا دوباره اختیار و اون آریگویی او به زندگی نمود پیدا میکنه. او تسلیم نمیشه بگه مجبورم. جبری اینجا موجوده. من تسلیم وسوسه نشدم،
من گفتم این سکس رو انجام نمیدم. مثل داستان یوسف و زلیخا. اینجا جبر زن امیر با اون قدرتی که داره موجوده. حالا زنبیل فروش بایستی انتخاب بکنه. اگر ادیان بود تسلیم میشد، چون راه گریزی نداشت. تسلیم قدرت میشد، چون تو داستان یوسف راه گریز داشت، اما این راه گریز نداره. به همین خاطر یوسف رو به زندان انداختند و یوسف با تعبیر خواب به قدرت رسید. اما اینجا زنبیل فروش راه فرار نداره، هیچ راه فراری. بایستی انتخاب بکنه. بماند که بعداً اتفاقاتی بیفتد که این با تعبیر خوابی به پادشاه تبدیل بشه، یا نه داستان چیز دیگری است. او اون وقت برمیگرده و به خدا میگه که من زن و فرزندانم رو به تو میسپارم. او انتخاب کرده. او میداند اگر برخلاف قوانین طبیعی حرکت بکند از بین خواهد رفت. او از خدا تقاضای معجزه نمیکنه. او نمیگه که من اگر از این بلنده خودم رو به پایین بیندازم میمیرم. مطمئنه که میمیره، مطمئنه که معجزه‌ای صورت نمیگیره، مطمئنه که نبایستی تقاضایی بکنه، چون میخواهد حقیقی باشد، چون میخواهد اختیار داشته باشد، چون نمیخواد تسلیم بشه، چون نمیخواد سلب اختیار از خودش بکنه، چون نمیخواد انسان نباشه، کردی نباشه. لذا فقط مسئولیت خودش رو به خدا انتقال میده. مواظب زن فرزند من باش که من دوباره انتخاب کردم و اختیار داشتم و خودش رو به زیر میافکنه، پرتاب میکنه. پس او زیست را در اختیار داشتن و مخیر بودن و آزاد بودن میدانست. اونی که به زندگی آری گفته بود. حالا طبق این داستان خدا به جبرئیل میگه برو این انسان بیشک، کسی که شکی نداره، شک نداره که معجزه اتفاق نمیافته. مثل مردمانی نیست که دور و بر مسیح رو گرفته بودن میگفتن معجزه بکن، یا فاین معجزه بکن. مسیح تو چپتر مفتش اعظم، وقتی مفتش اعظم بهش میگه که وسوسه دوم شیطان این بود، گفت خودت رو از بلندی پایین بنداز و از خدا بخواه که تو رو محفوظ کنه و تو خدا را آزمایش نکردی، چون میدونستی که نبایستی خدا را آزمایش کنی. و او که زنبیل فروش التماس نکرد، حاضر نشد که زندگیش رو بخره ولی آزادیش رو بده، اختیارش رو بده، نه حاضر نشد. منتظرم نبود معجزه بشه، فکرم نمیکرد معجزه میشه. خدا رم آزمایش نکرد. هیچ شکی نداشت که این مسیری که او میره درسته، به مرگ جسمی میرسه، اما به جاودانگی در مخیر بودن رسید. زندگی و زیست انسانی کرد به قامت کردی خودش. و اونجاست که میگه که به جبرئیل برو سراغ انسان بیشک، کسی که شک نداره، هیچ تردیدی نداره، هیچ تردیدی در معاوضه کردن آزادیش، آگاهیش و اختیارش نداره.
و نکرد و معاوضه نکرد. وقتی گفت من انسان مختار هستم، انسان مخیرم و آزادم و انتخابگرم، باز انتخاب کرد. باز این او بود که انتخاب کرد. کنشگر او بود و به دنبال هیچ معجزه‌ای نبود. اما بندگان مسیح به دنبال معجزه بودند. اما بندگان مسیح امروز هم معجزه میخوان، امروز هم منجی میخوان. اما ملت ساختگی ایران یهودی، دین ساخته شیعه، امروز هم به مردم میگه بنشینید و منجی می آید، منجی می آید، مصلح می آید. تو کی هستی که انتخاب بکنی؟ تو یک بنده گناهکار، خطاکار، شهوتی، ضعیف و نفس نابودی. تو هیچ نیستی. بنشین، منجی می آید. اما انسان کردی باز ثابت کرد که انسان بودن از اختیار است و از انتخاب است و جهان کردی جهان اختیار است. و من باز تصمیم میگیرم این اختیار رو از دست نمیدم، این انتخاب رو از دست نمیدم. به ورطه نابودی، به ورطه بینامی، به ورطه بیخاطرگی نخواهم در غلطید. کار رو نمی کنم. به همین خاطر خدا به اون انسان گفت بیشک. انسان کردی انسان بیشکه، شک نداره از انسانیتش، تردید نداره از مختار بودن و اختیار داشتنش، هیچ تردیدی نداره. به همین خاطر بود در سرزمین ما اجداد ما در مقابل سپاه دشمن یک نفر می ایستاد، هیچ تردیدی نداشت، به دنبال هیچ منجی نمی گشت. اینو سربازان کورپوریشن ایرانی میدانند، به شما گزارش میدن که یک انسان در قلمرو زیستی خودش در مقابل سپاه کورپوریشن ایستاد. یک نفر تصمیم گرفت، انتخاب کرد، خودشو کلاشینکوف دستش با خیل سربازان نظام جبار او ایستاد. اینجاست که کردیت متبلور میشه. انسانی که در مقابل جبر تسلیم نشد، انتخاب کرد که کردی میماند، انسان میماند. همونطوری که انتخاب کرد زندگی مادی رنج است و در کشیدن رنج و حقیقی شدن او در کردیت متبلور میشه، به کردیت میرسه. بلذا با انداختن خودش کردی ماند. اما خدا به او گفت انسان بیشک، هیچ شکی نداره، هیچ تردیدی نداره، وسوسه نمیشه، خودش رو معامله نمیکنه، به خودش نمیگه صغیر، به خودش نمیگه ضعیف، انتخاب میکنه. معجزم نمیخواد، منجیم نمیخواد. من جاودانگی را اینگونه تعقیب میکنم در داشتن اختیار، در حقیقی بودن، وسوسه، جبر، قدرت و جبر قدرت هم که بیاید، باز من تصمیم میگیرم، نه او. من انتخاب میکنم، نه او. من کنشگرم، نه او. من سوژم، نه او. او ابژه من است. و این انسان برجسته ترین صفتی که دارد بیشکی است، بی تردیدی در مقابل انسان بودنش.
اونی که تردید به خودش راه میده، اونی که به راحتی در مقابل وسوسه انسانیتش رو معاوضه میکنه، اونی که به راحتی در مقابل جبر تسلیم میشه و توجیه میکنه و تفسیر میکنه، او مقام انسانی ندارد، او مقام کردی ندارد، او کردی نمیشود و این رو نظام سلطه میخواد، میپسنده. نظام سلطه برده میخواد، بنده میخواد. نظام سلطه زن امیر حکاری است، زن امیری است که زنبیل فروش رو در این وادی قرار داد که دوباره انتخاب بکنه، دوباره تصمیم بگیره. یک بار اتفاق، این بار جبر، و باز اختیار برد و باز انسان کردی انتخاب کرد که مخیر باشد. در تعقیب داستان زن و کودکش و زن زنبیل فروش، او تصمیم میگیرد که به بیخبری برود، در صورتی که طعم جاودانگی را کرده است، طعام ابدی را دارد، اما دوست داره به بیخبری بره، دوست داره تنوع طلبه. او انتخاب میکنه که از خودش سلب مسئولیت بکنه، او انتخاب میکنه که این ابدیت رو معاوضه بکنه در پس یک وسوسه و جای خودش رو با مقداری طلا به زن امیر میده، تطمیع میشه. و در تاریکی مطلق این بار زنبیل فروش وقتی خلخال پای زن امیر رو بهش دست میزنه و میفهمه این همسر خودش نیست، از تخت خواب میگریزه، دوباره تسلیم نمیشه، انتخاب میکنه، دوباره تسلیم وسوسه نمیشه. و این بار که در مقابل جبر قرار میگیره، رو به طبیعت، رو به خدا، از او میخواد که بر سر عهد بماند. آن زمان که انسان شدن داشتن اختیار است، تویی که خدایی حق نداری از من سلب اختیار بکنی. من توان کشتن خودم رو ندارم، اما به تو میگم و به تو دیکته میکنم که من باز انتخاب میکنم و تو موظفی که جان من را از من بگیری و نذاری که این جبر به من تجاوز بکنه، به نیت خودش برسه و از من انسانیت رو بگیره. و اینجاست که خواسته دومش هم، و این بار دیگه او زن و کودکش رو دست خدا نسپرد. این بار یه تقاضای دیگه داشت. زن و کودک از خود سلب اختیار کردن، انتخاب کردن که در بیخبری باشن، انتخاب کردن که زیست انسانی نداشته باشن. و او این بار خود انتخاب کرد، خودش انتخاب کرد، آزادانه و اختیار کرد و دیکته کرد به خدا که تو الان بایستی از من این جان را بستانی تا تسلیم این جبر نشم. این جهان کردی، این اون چیزی که نظام سلطه ازش متنفره، اینه که نظام سلطه قصد نابودیش رو داره، اینه که نظام سلطه به صورت سیستماتیک باش در افتاده، اینه که نظام سلطه دوست داره با وسوسه، وعده اوقات فراغت، وعده لذت، وعده بیخبری، انسان کردی رو مجبور به انتخاب قهقرا، نیستی، بیخبری بکنه. اینه که میخواد آلزایمر بهش بده.
هست و نیست، هست و نیست، انگار که نبود. برای نظام سلطه هست که ثمرات داره، برای خودش نیست، موجود نیست، انسان نیست. لذا اونایی که دچار این بحران هویت شدن امروز فهمیدن آنچه که بهش میگن زبان فارسی، ادبیات فارسی ابزار انقیاد است، ابزار بردگی است، ابزار تحریک و ستاندن اختیار از انسان کردی است، دیگری جهان کردی است. پس این تاختن و این مبارزه کردن و این در افتادن نه گزارش از فاشیسم میده، نه گزارش از هویت خواهی قومی میده، نه گزارش از هیچ پان یا پانی میده. این گزارش از زیست انسان است، فلسفه انسان است، فلسفه کردی است و جهان کردی است، آن حقیقت طبیعی این سرزمین و انسانهای این سرزمین.